بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم که خدا مرا مرادی بفرست، گفتم که خدا مرا مرادی بفرست. طوفان زده ام راه نجاتی بفرست. فرمود که با زمزمه یا مهدی، نذر گل نرگس صلواتی بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، هم نفسای مهربان، دوست داشتنی و همیشگی برنامه یاد خدا از شبکه قرآن سیما. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید. ما از این مکان مقدس، مسجد مقدس جمکران، قاب شبکه قرآن و برنامه یاد خدا رو به روی شما باز بکنیم. شما هم از دور زائر این مسجد عظیم الشأن، مسجد مقدس جمکران باشید. وعدگاه عاشقان و منتظران حضرت حجت، ارواحنا له الفدا. با افتخار، به امید تعجیل در فرجشون، این برنامه رو با موضوعیت امام زمان، ظهور و مهدویت انشاءالله تقدیم میکنیم به چشمای مشتاق و منتظر شما. با افتخار بفرمایید. خواهش میکنم. خانم ها، آقایان محترم، هم نفسای دوست داشتنی برنامه یاد خدا، الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید. خیلی ممنونم که این ساعت، این لحظه از بین همه شبکه‌های تلویزیونی انتخاب شما یاد خداست. امیدوارم اینجا به شما خوش بگذره، برنامه‌مون به دلتون بنشینه، به چشماتون بیاد. محضر حجت الاسلام و المسلمین حائری پور عزیز هستیم که از متخصصین در حوزه مهدویت هستن. آقا سلام، خیر مقدم، خوش آمدید. من فکر میکنم که بیادبی باشه من محضر شما بخوام موضوع بحث و اینها رو تعیین بکنم. اول اینکه به نظرم بد نیست مثلا یه کوچولو از تقدس این مکان، یه قدری راجع به خود مسجد مقدس جمکران اگه صلاح میدونید صحبت بفرمایید، و اینکه بعد وارد بحث اساسیمون بشیم که ماها هممون منتظریم نفس بکشیم در حال و هوا و فضای اون آرمان شهر مهدوی که به ما وعده دادند. بله. که فکر میکنم همه انبیا و اولیا منتظرشن همینجور. و همون موعود مد نظر پیامبر عظیم الشأن اسلام هم که 17 ربیع سال ولادتشون هست هم در واقع همون هست. منتها من به نظرم اول از مسجد جمکران رو شروع کنیم، بعد هر موقع صلاتون. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. خدا رو شاکریم که به حمدالله موفق شدیم در این مسجد با عظمت انشاءالله دقایقی رو در محضر شما و عزیزان بیننده در رابطه با وجود مقدس امام عصر صحبت بکنیم. سلامت باشید. ما یه وقتی خدمت یکی از علمای بزرگ رسیدیم، ایشون نکته جالبی رو فرمودن که یه درسیست برای همه اوقات ما. فرمودن هر وقت در یه جلسه نشسته بودید خواستید بدونید ارزش اون جلسه چقدره، ببینید موضوع اون جلسه چیه. هر مقدار موضوع اون جلسه اهمیت داشت، نشستن شما تو اون جلسه قیمت پیدا میکنه. حالا ما راجع به امام زمان میخوایم صحبت بکنیم، اونم در مسجد مقدس جمکران. خب جناب عالی فرمودید راجع به خود مسجد. عزیزان بیننده میدانند که مسجد جمکران یه مسجد بسیار ریشه‌دار هست. مرحوم شیخ عباس قمی صاحب کتاب مفاتیح الجنان که بناشون بر این بوده که متقن و محکم و مستند صحبت بکنن، خب در این کتاب عزیز و در این کتاب شریفشون از مسجد جمکران یاد میکنن، اعمال مسجد مقدس جمکران رو بیان میکنن. این خودش یکی از دلایل این است که مسجد یه مسجدی است که نسبتی با وجود مقدس حضرت داره و طبق اون نقلی که معروف است و میرسد به مرحوم شیخ صدوق، این مسجد در واقع به دستور امام عصر علیه السلام بنا شد. وقتی که به حسن ابن مسلی جمکرانی که از اهالی همین منطقه بودن دستور دادن، فرمودن که در فلان نقطه با این ویژگی های جغرافیایی شما مسجدی رو بسازید. البته خب اون وقت
طبق اقتضاعات اون زمان مسجد یه مسجدی بود با یه محیط محدودی محقر بود. منتها امروز دیگه به دست عاشقان و ارادتمندان حضرت این مسجد تبدیل شده است به یک پایگاه بسیار عظیم معنوی که دلها رو واقعاً با امام عصر علیه السلام مرتبط میکنه. یه پایگاهی است که خب میدونید جناب آقای قوامی این مسجد در طول این قرنها مورد توجه علما و بزرگان ما هم بوده. امثال مرحوم آیت الله العظمای بهجت، مرحوم آیت الله العظمای صافی گلپایگانی، اینها به این مسجد ارادت داشتن، رفت آمد میکردن، میمدن اینجا نماز میخوندن، توصیه میکردن مؤمنین رو. بله. اگر این مسجد نسبتی با حضرت نداشت، بله خود مقام معظم رهبری کاملا درسته، ایشون مکرر مشرف شدن اینجا، توسل پیدا کردن. بنابراین واقعا غنیمتی است برای ما ایرانی ها. حالا مثلا یه وقت عراق که مشرف میشیم مثل ایام اربعین و غیر اربعین، اونجا میریم مسجد سهله. خب مسجد سهله هم مسجدی است که ارتباط مستقیم با حضرت حجت داره. تو روایت داره که اونجا منزل امام عصر هست، یعنی موقع ظهور حضرت در اونجا منزل میکنن و ساکن میشون. خیلی ها این پیاده روی اربعینشون اصلا از همونجا شروع کردن از مسجد سهله. بله. احسن. بله، یعنی در واقع ما که منتظر ظهور حضرت هستیم چه بهتر که از منزل و مأوای حضرت، از مسجدی که به نام حضرت هست و برای حضرت هست، ما این حرکت رو شروع کنیم و خیلی هم مبارک بوده. و عرض بنده اینه که در ایران ما در واقع به جای اینکه در عراق مسجد سهله هست، اینجا دلمون خوشه به مسجد مقدس جمکران که بیاییم اینجا و دلهای خودمون رو به یاد حضرت در واقع زنده نگه بداریم. عرض می شود که و حالا من همجوری که اشاره کردم به اعمال مسجد و عزیزان خب مستحضرن میان اینجا نماز معروف ستا ایاک نعبد و ایاک نستعین رو که میخونن، که البته این نماز اختصاص به مسجد نداره، یعنی آدم تو خانه خودش هم میتونه بخونه. منتها حالا به ویژه وقتی اینجا آمدیم جزو اعمال مسجد هست خوانده میشه. من میخوام از این فرصت استفاده بکنم و در واقع یک هدیه‌ای رو به عزیزان داشته باشم در این به اصطلاح شام اول ماه ربیع الاول، و آن این که یکی از بهترین کارهای ما در واقع ایام غیبت امام عصر علیه السلام اینه که ما دلمون متصل به حضرت باشه. حالا بهانه این اتصال چی باشه؟ یکی از بهانه‌های خوبش توسل به حضرت هست. یعنی ما همینجوری که مثلا در کل ماه محرم و صفر متوسل میشیم به وجود مقدس سید الشهدا، به آقا قمر بنی هاشم، عزیزان سید الشهدا علیه السلام، و دیگه حالا در این آخر ماه صفر متوسل به وجود مقدس امام رضا علیه السلام شدیم. یادمون باشه ما در طول سال در همه ایام و لیالی و لحظات و همه اماکن از مهمترین وسائلمون وجود مقدس امام عصر علیه السلامه. او عین السبب المتصل بین الارض و السما، او سبب اتصال آسمان و زمین است. یعنی ما هر چه بخواهیم به واسطه این وجود مبارک میتونیم بهش دست پیدا بکنیم. به یمنهی رزق الورا، آفرین، به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. پس بنابراین من میخوام این هدیه ارزشمند رو خدمت عزیزان بیننده داشته باشم امشب که متوسل بشیم به حضرت. راه توسل مختلفه. یکی از راهاش که مرحوم عاشق عباس در مفاتیح الجنان آورده اینه. حالا چه انشالله عزیزان آمدن در مسجد جمکران، چه این که در شهر خودشون میخوان متوسل به آقا بشن، راهش چیه؟ 2 رکعت نماز استغاثه به حضرت ولی عصر بخوانن، عین نماز صبح، نماز استغاثه به امام عصر علیه السلام، منتها شکلش مثل نماز صبح میمونه. بله. بعد که این نمازو خوندن میان در یک محل بازی مثل حیات
مثل تراس خانه مثلا، یه جایی که زیر آسمان قرار بگیرن. دعایی رو که مرحوم عاشق عباس اوائل مفاتیح نقل کرده که ابتدایش اینه: سلام الله الکامل التام الشامل العام، یعنی ما با این سلام میگیم اون سلام کامل تامه الهی رو من نثار میکنم به حضرت حجت علیه السلام. تو این حدود مثلا 7-8 سطری که هم سلام میدیم و همین که در پایانش میگیم امام زمان من حوائجی دارم، این حوائج آوردم در محضر شما و میخوام که شما واسطه بین من و خدای من بشید برای این حوائج و نیازها. اونجا نیازهاشو انسان بیان بکنه. این یکی از بهترین راهها برای توسل بسته است. خیلی هم عالی، دست شما در نکنه. چه مسیر خوبی رو معرفی کردید و پیش روی مردم قرار دادین، چون خیلی ها دلشون میخواد بیان مسجد مقدس جمکران، امکانات نیست، خیلی مسافت دوره، مثلا مردم که در جنوب کشور زندگی، چون البته من اینجا دیدم از شهرها و استانهای مختلف میان اینجا اتراق میکنن، چند روز میمونن به عشق امام زمان و اینها. اما اگه کسی خواست واقعا سیم دلش رو وصل کنه به امام زمان، هر جا هست روش‌هایی داره که یکی از بهترین روش‌هاش شما الان فرمودید. خیلی هم عالی. اما اینکه ماها منتظر امام زمان هستیم، مردممون عاشق و دلداده حضرت حجت ارواحنا الله الفدا هستن. خیلی ها اینجا که اصلا در واقع طبق قراری که دارن سه شنبه ها میان عشق بازی میکنن با حضرت، نماز میخونن، توسل میکنن. هممون منتظر اون اتفاق بزرگه هستیم در واقع که حضرت تشریف بیارن و خیلی از کارهایی که رو زمین مونده انجام بشه توسط ایشان. یعنی در واقع دین خدا به اتمام برسه، دین خدا محقق بشه، آرزوی پیامبران و اولیاء الهی محقق بشه. دلم میخواد شما یه مقدار راجع به این جامعه‌ای که با حضور حضرت شکل خواهد گرفت، که به نظر میرسه جامعه مورد نظر و هدف پیامبر عظیم الشأن اسلام هم بوده، برای ما صحبت بکنیم. اگر اجازه بدید ما یه تیمم و تبرکی به برنامه‌مون بدیم با پخش یکی از آیات نورانی قرآن کریم درباره موضوع مهدویت و آخرالزمان، آیه 5 سوره قصص رو با هم بشنویم، برگردیم و بعد دیگه توضیحات کاملش رو شما بفرمایید. اجازه میدین؟ شما هستیم. ببخشید. بسم الله، بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی که من و شما این روز زیبا رو درک بکنیم، اون روزهای زیبا رو که زمین به ارث میرسه به بندگان صالح خدا، به مستضعفان عالم. من خودم شخصا، حالا آقا بیشتر اگه دوست داشتن روش صحبت کنن، احساس میکنم ما نزدیکیم، یعنی دنیا داره نزدیک میشه از هر نظر که نگاه میکنیم با اون روز موعود که انشاءالله مستضعفان آقایان و اربابان دنیا بشن انشاءالله. آقا بسم الله بفرمایید. ببخشید ما پادکست شما خواهش میکنم. عرض شود حالا به مناسبت این که این آیه شریفه پخش شد، عرض بکنم که آیه 5 سوره قصص خیلی آیه عجیبیه. این آیه طبق اونچه که در واقع مربوط به نزول آیه است، آیه مربوط به بنی اسرائیل هست و اینکه اینها خب گرفتار فرعون بودند و عرض می شود که مدت‌های طولانی محروم از حقوق خودشون بودن به خاطر ظلم فرعون. وقت قرآن کریم خیلی بیان لطیفی داره در این آیه 5، می‌فرماید که در برابر اونچه که فرعون خواسته بود که می‌خواست بنی اسرائیل رو به استضعاف بکشونه و اونها رو ضعیف نگه بداره و حقوق اونها رو تا ابد چپاول بکنه، قرآن میفرماید و نریدو، یعنی ما اراده کرده ایم ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، منت بگذاریم بر آنها که در زمین مستضعف شدن، که مراد از این زمین مصره و مراد از این مستضعف قوم بنی اسرائیل. و نجعلهم ائمة، ما اراده کردیم این قوم مستضعف را پیشوایان و آقایان قرار دهیم و نجعلهم الوارثین، آنها را وارث یعنی کسی که بهره‌مند است از مواهب الهی،
بعد از اینکه محروم بودن ما اونها رو بهره مندشون بکنیم. بله. بعد جناب آقای قوامی جانم. این آیه عرض کردم حالا وقتی کسی میخونه میگه خب این از آیات قبلش هم معلومه، از آیات بعدش هم پیداست، چون صریح میگه قبلش نام فرعون رو میبره، نام حضرت موسی رو میبره، بعد همینجور. پس چه ربطی به حالا چه داره؟ ربطی مثلا به دولت امام زمان علیه السلام داره؟ این تو روایات آمده که عرض می شود که پیغمبر اکرم نگاه کردن به امام حسن و امام حسین علیه السلام، فرمودن انتم المستضعفون من بعدی، شما هستید که پس از من به استضعاف کشیده خواهید شد. گفتن یا رسول الله مقصودتون چیه؟ فرمود انتم الائمة من بعدی، شما هستید که پس از من پیشوا قرار خواهید گرفت. بعد حضرت میخواستن با این بفرمایند که همچنان که در گذشته یه عده‌ای مثل بنی اسرائیل به استضعاف کشیده شدن ولی خدا اراده کرد اونها رو از ضعف بیاره بالا و آقا و پیشوا و پیروز میدان قرار بده، شما هم بعد از مدتی استضعاف عرض می شود که به پیروزی خواهید رسید. در یه روایت دیگری امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود که خداوند متعال فرمود این آیه عرض شود مربوط به ما اهل بیت است، خداوند مهدی را برمی انگیزد و اهل بیت را عزیز قرار میدهد به واسطه قیام حضرت مهدی علیه السلام. لذا میخواستم عرض بکنم حالا این آیه که عزیزان همت کردند و در خلال برنامه پخش کردند یکی از آیاتی است که کاملا مرتبط با وجود مقدس امام عصر، منتها ارتباطش به این شکله که گرچه از نظر شأن نزول مربوط به بنی اسرائیله ولی در واقع خدا میخواد یه قاعده رو بیان بکنه، یه سنت رو که سنت و برنامه خدا در عالم این گونه است که مستضعفین همیشه در استضعاف نمیمانند. بله. حالا یه قوم بنی اسرائیل اون زمان بوده، یه قوم هم ما مسلمان ها هستیم که امروز در استضعاف هستیم. اساساً ما اگر بخوایم یه مصداق روشن برای مستضعف تو عالم بگیم، پیامبر و اهل بیت پیامبرن. ما بالاتر از اونها نداریم کسی که دشمنان تلاش کردن اونها رو در ضعف قرار بدن، حق اونها را ببرن و خداوند همچنان که برای قوم بنی اسرائیل اراده کرد اونها را از اون استضعاف نجات بده، قطعاً این اراده رو راجع به پیامبر و اهل بیت پیامبر داره. بعد نیست همینجا جناب آقای قوامی من این کتاب رو آوردم که عزیزانی که علاقه دارن بله. مثلا دوست دارن آیاتی که راجع به وجود مقدس امام عصر علیه السلام هست رو نگاه بکنن. این کتاب یکی از کتابای خوب هست به زبان فارسی، تفسیر آیات مهدویت، نوشته جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای مجتبی کلباسی که مدیر مرکز تخصصی مهدویت هم هستن. یکی از آیات همین آیه 5 سوره قصص و 10 آیه دیگر. عزیزان دوست داشته باشن از منظر قرآن وجود مقدس حضرت رو مطالعه بکنن، نگاه بکنن که مثلا راجع به غیبتشون، راجع به ظهورشون، راجع به یارانشون، راجع به انتظار و دوره انتظار آیات چگونه بحث کرده. به نظرم کتاب خوبی است که انشالله تفسیر آیات مهدویت آقای کلباسی. بله. خیلی هم عالی. بله. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. خب ما حدود 6 دقیقه فرصت داریم. بله. اگر میخواد یه ورودی به اون بحث جامعه مهدوی داشته باشیم. بله. نکته خوبی رو فرمودید در بخش قبل که جامعه مهدوی در واقع همون جامعه است که رسول خدا علیه السلام صلی الله علیه و آله میخواستن بنا بکنن. پیغمبر اکرم بناشون بر چی بود؟ بناشون بر این بود که در یک عصر جاهلیتی آمدن برای اینکه مردم رو
واقعا از جهل و نادانی نجات بدن. این رو از کجا ما میفهمیم؟ از اینکه قرآن کریم وقتی میخواد رسول خدا رو معرفی کنه میفرماید که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، تا میرسه به اینجا که یعلمهم و یزکیهم، اونها را تعلیم میدهد، اونها را تزکیه میکند. تعلیم یعنی چی؟ یعنی دانش نو، دانش مفید برای مردم آوردن و اونها را از جهل و نادانی نجات دادن. و این چیزی است که همه مردم میدانن، مؤمنین میدانن که پیغمبر اکرم عرض کردم در یه عصری آمد که معروف بود به عصر جاهلیت و پیامبر خدا آمدن تا مردم رو از جاهلیت نجات بدن. مثلا حالا یکی از مصادیق زمان جاهلیت چی بود؟ یکی از مصادیقش نزاع‌هایی بود که بین مردم وجود داشت، خون همدیگر رو میریختن. یعنی عداوت و دشمنی سکه رایج زندگی مردم بود. لذا قرآن کریم میفهمد این پیغمبر که آمد برای این که عرض شود الف بین قلوبهم، میخواست الفت بین دلها برقرار بکنه. واقعا از دستاوردهای مهم بعثت نبی گرامی اسلام این بود که محبت، صمیمیت، صفا رو بین مردم آورد. جناب آقای قوامی، اگر کسی امروز رو در جامعه بشری نگاه بکنه میبینه متاسفانه علی‌رغم این همه پیشرفت هایی که بشر در جهات مادی داشته، ولی از جهت عرض می شود معنا که نگاه میکنی میبینی دلها خیلی از هم فاصله گرفته. حالا ما تازه بین مؤمنین و شیعیان امیرالمؤمنین باز یه صفا و محبتی میبینیم اجمالاً، ولی خب وقتی به صحنه جهان نگاه میکنی میبینی روز به روز کینه ها و دشمنی ها و جنگ ها و نزاع ها فراوانتر میشه. با اینکه به ظاهر نباید اینطوری بشه ها. بله. چرا؟ چون انواع ابزار و وسایل برای ارتباط آدما فراهم شده. اصلا میگن اصل اطلاعات و ارتباطات. دقیقاً. پس بنابراین باید ارتباطات قوی تر شده باشه، ولی میبینی نه، بین مردم کشورها، بین گروه‌های مختلف اون صفا، اون صمیمیت، اون دلبستگی، اون عواطف انگار کم رنگ‌تر شده. دقیقاً. در واقع همطور که جناب عالی فرمودید وسایل ارتباطی دائما تقویت شده. یعنی یه روزی بود عرض می شود که فقط با یه نامه می شد از یه شهری با یه شهری ارتباط بگیری. الان تو جیب همه ماها وسیله‌ای هست که به راحتی میتونیم با اون ور دنیا در لحظه صحبت بکنیم. ولی آیا کنار تقویت این وسایل ارتباطی دلها هم به هم نزدیک شده یا نه؟ خیلی وقتا اون وقت مردم دلهاشون نزدیکتر بود، بیشتر سراغ همدیگر رو میگرفتن. الان گاهی برادر سراغ برادر رو نمیگیره. این نشان دهنده اینه که پس یک انحطاطی رخ داده. بنابراین لازم است بعثت دیگری رخ بدهد. یعنی باید کسی بیاید مانند رسول الله که گرچه پیامبر نیست ولی پیام‌آور همان پیام‌های نبی مکرم است. و اتفاقا تو روایت داره وقتی امام عصر میاد امام صادق فرمود دلها چنان به هم نزدیک می شود، فرمود اونقدر محبت شدید میشه بین افراد که وقتی یک کسی احساس نیاز میکنه امام صادق فرمود دست میکنه تو جیب برادرش به اندازه نیازش پول بر میداره بدون اینکه برادرش ناراحت بشه. تازه خوشحالم میشه. تازه خوشحالم میشه که میگه چه بهتر